السلام علیکم بینندگان گرامی. امروز می خواهم به شما یک موضوع خیلی مهم که در متماتیک در برنامه متماتیک در مکتب‌های میانه نیست آن را فهمانده گذارم. این هم باشد قسم بطون عددی حقیقی و قسم کسری عددی حقیقی و با واسطه حل این قسم ها حل نمودن معادله های گوناگون است. بنابراین انشاءالله آماده شوید. رفتیم حاضر کمتر به شما موضوع را میفهمانم که قسم بطون عددی حقیقی چیست و قسم کسری آن چیست و بعد این یک مثال همچون نمونه همجای حل می نماییم. رفتیم. بینندگان گرامی، به معادله زیرین اهمیت دهید. یعنی همین معادله رو حل کنید. x رو یابید که چی عدد است. اما من باوری دارم که حاضر شما گرنگ شدید که این چه معادله است، این علامت ها چی را میفهمونند. موضوع امروزه ما هم به همین بخشیده شده است. فرض کردیم یگان عددی x هست، عموما عددی حقیقی x است. همین عددی حقیقی x از قسم بطون عبارت است که آن را x گفته در این نمود اشارت میکنند، یعنی با واسطه قوس کوادراتی، و از قسم کسری عبارت است که آن را به واسطه قوس فیگوروی اشارت می نماییم. یعنی سوم قسم بطون و قسم کسری باز همین عددی حقیقی را چکار میکند؟ میدهد. تعریفش این است که قسم بطون عددی حقیقی گفته عددی کلانترین بطون را مینامند که همین عدد از این عددی حقیقی خرد است. یعنی همیشه قسم بطون عدد از خود عدد چی است؟ باید که خرد شود یا که در بعضی موردها برابر شده میتواند. و قسم کسری عدد باشد، قسم کسری عددی حقیقی باشد، این به فرق خودی عدد و قسم بطون این عدد چی است؟ برابر است. از اینجا شما پیخست نمودید که قسم کسری عدد همیشه میتواند از 0 کلان باشد و از یک چی باشد؟ از یک خرد باشد. از یک خرد باشد، به یک برابر شده نمیتواند. اینک بعضی مثال ها رو به شما میبیارم. مثلا قسم بطون عددی 6 خودی 6 است، چون که این عددی کلانترین بطون است. قسم بطونی عددی 2 از 145 به چند برابر است؟ یعنی عددی بطون کلانترین که از همین 2 از 145 خورده است کدام است؟ 2 است. مثلا قسم بطونی عددی ریشه 3 به چند برابر است؟ ریشه 3 ما میدانیم که 1 از 10 چند می شود. پس قسم بطونش به چند برابر است؟ 1 به 1 برابر است. بعضی ها گرنگ می شوند در مورد عددهای منفی. مثلا قسم بطونی عددی مینوس 4 از 115 به چند برابر باشد؟ در قاعده در تعریف گفتیم که قسم بطون این عددی کلانترین بطون است که خودی همین عدد خرد باشد. نگاه کنید، عددی مینوس 4 از 115 عددی خردتر مینوس 5 است برادران. بعضی ها میگن که اینجا مینوس 4، همینجا به کمتر چی میکنند؟ گرنگ میشوند. قسم کسری بیان بعضی مثال های میبرم. مثلا قسم کسری عددی 5 این چی است؟ 0 است. قسم کسری عددی مثلا 3 از 177 این به چند برابر است؟ 0 از 177. قسم کسری عددی باز همین عدد گیریم، عددی مینوس 4 از 115 انکو به چند برابر می شود؟ قسم کسریش و قوسی فیگوروی باید گیریم. این به چند برابر می شود؟ این به مینوس 0 از 115 برابر نمی شود. خیلی که بعضی ها خطا میفهمند. این به 0 از 100 چند برابر می شود؟ 85 برابر می شود. چون که مینوس 5 پلوس 0 از 185 من موافق این فرموله ما باز به مینوس 4 از 115 چی می شود؟ برابر می شود. این بود کمتر لکسیه اوله، معلومات های اوله درباره قسم بطونی عدد و قسم کسری عدد. اکنون معادله رو حل میکنیم. نگاه کنید، برای حل این
بهتر است که ما من این قسمی کسری این معادله رو عددی x رو اول یابیم. این به چی برابر می شود؟ قسمی کسری به خوش پیلوسی 4 رو به این طرف میگذرانیم، بعد به 2 تقسیم میکنیم. پیلوسی 4 که به طرف چپی معادله گذشت با علامتی پاسکونو برعکس مینوس 4 میگذرد، تقسیم 2 است. اکنون چخیلی که من در اینجا گفتم نگاه کنید. انا این نابرابری دو طرفه را استفاده میبریم. ما میدانیم که همه عددهای قسمی کسری عدد از 0 کلان و از یک چی است؟ خرد است. پس همین ifade ما از 0 کلان است و از یک چی است؟ خرد است. اکنون نابرابری را حل میکنیم، یعنی به هر دو طرفی نابرابری، به هر سه قسمی نابرابری 2 را ضرب میزنیم. 2 ضرب 0 0 است. وقتی که 2 را به این قسم ضرب میزنیم 2 و 2 اختصار میشود، ماند قسمی بطون عددی x مینوس 4 خرد از 2 ضرب 1 2. اکنون دوم کاری که برای حل نابرابری دو طرفه به ما لازم است، به هر سه قسم پیلوس 4 را جمع میکنیم. مینوس 4 پیلوس 4 اصلاح شده، در بین فقط قسمی بدون عدد x میموند. در اینجا باشد 0 جمع 4 4 حاصل میشد، در اینجاش باشد 2 جمع 4 یعنی 6 حاصل میشد. پس معلوم شد که قسمی بطون عدد x در بین عددهای 4 و 6 چی جایگیر بوده است و ما میفهمیم که این چی است؟ همینه. اگر نابرابری دو طرفه گیریم این عدد عددی قسمی بطون ما یکم شده میتواند عددی 4 و باز این شده میتواند عددی 5 6 شده نمیتواند. اکنون نگاه کنید، به جاش میگذاریم و قسمی کسری را میابیم. من این معادله ما اگر برده گذاریم 4 را، قسمی کسری عدد هنگام قسمی بطونش به 4 برابر بودن، قسمی کسری عدد و 4 مینوس 4 تقسیم 2 به 0 برابر می شود. اینجا هم باید که نابرابری دو طرفه شود، چون که قسمی کسری ما 0 شده میتواند. و این عددی دوم هم گذاریم اگر چی میشد؟ قسمی کسری عددی حقیقی 5 مینوس 4 تقسیم 2، این برابری 0 از 10 5. اکنون خودی x رو میابیم. من در اول من به شما گفتم بچه ها، یعنی عددی حقیقی رو همه گونه رو ما میتونیم به این شکل نویسیم: قسمی بطون جمع قسمی کسری. پس در حالت اوله قسمی بطون به چند برابر است؟ 4 جمع 0، یعنی عدد یکم این 4 است و عدد دوم ما باز همین چیز 5 جمع 0 از 5، یعنی قسمی بطونش 5 قسمی کسریش 0 از 5. این به 5 و نیم یا 5 از 5 برابر می شود. اینک معادله ما چند جواب داشته است؟ 2 جواب داشته است. اینها 4 و 5 از 5. باوری دارم که درس به شما پسند آمد. اگر درس به شما پسند آمده باشد، پخش نمودن تومچه لایک، به کانال اعضا شدن و در کامنتاریا فکرهای خود را نوشتن را فراموش ننمایید. تا درس های دیگر.